چطوری تستوسترون خودمون رو ببریم بالا به روشی که تا حالا هیچ کی بهت نگفته. اصلا من تعجب میکنم چرا تو یوتیوب اینا نیست. سلام، من ساجد علیزاده هستم. به پادکست ساجد خیلی خوش اومدین. اینجا کمکتون میکنم که بهتر فکر کنین. آقا روش اینه، شما مردونه فکر کن. شما مردونه فکر کنید تستوسترونت میره بالا. حالا تو این ویدیو قشنگ میخوام اینو باز کنم تا آخر این ویدیو خوب دقت کنید، با مثالایی که بهتون میزنم قشنگ متوجه بشین منظورم چیه. ببین، شما یه پسری رو فرض کن که بویی از مردونگی نبرده، کلا اداهای زنونه، رفتارهای زنونه، دخترونه، اصلا واسه خودش یه برو بیایی داره. خب این شکلی یه آدمی این شکلی فرض کن. خب شما بیا به این بگو که داداش اصلا شما کارایی که تستوسترون رو میبره بالا انجام میدی، تستوسترون رو میاره پایین انجام نمیدی. مواظب خورد و خوراکت باش، ورزش‌های تستوسترونی هم انجام بده و داستان. به نظرت آخر سر این مرد میشه؟ اصلا 5 دوزم اضافه بهش تستوسترون تزریق کن، به نظرت مرد میشه؟ نمیشه. پس چه فرقی داره اینجا؟ چی کم داره؟ تستوسترونش که رفت بالا چی کم داره؟ میدونی چی کم داره؟ افکار مردونه کم داره. من تعجب میکنم یه سری بوجه اونقدر گفتن خانوما دیگه فکر میکنن که آقا چون تستوسترون اومده پایین اینا دیگه مرد نیستن. نه، اینا افکار مردونه ندارن پس تستوسترونشون اومده پایین. شما افکار مردونه داشته باشی تستوسترونت میره بالا. حالا از کجا اینو میگم؟ به این مثالم خوب گوش کن. من تجربی خوندم تا جایی که یادمه. مثالش اینه: شما اگه یه دونه ببر بهت حمله کنه، ببری پلنگی یه چیزی بهت حمله کنه، چیکار میکنی؟ فوراً فکر میکنی که خب دیگه من باید با این ببر پلنگه یا باید درگیر بشم یا فرار کنم، خلاصه باید یه کاری بکنم دیگه. اون وسط چه اتفاقی میفته؟ یه دفعه میبینی که تپش قلب پیدا کردی، یه دفعه میبینی که نفس به نفس افتادی. در واقع تو بدنت داره آدرنالین ترشح میشه. البته تا جایی که یادمه. خب حالا یه هورمونی دیگه ترشح میشه. اون هورمون ترشح میشه. خب هورمون از کجا فهمید باید ترشح بشه؟ افکار شما بهش دستور داد. شما اگه چشمتو میبستن فکر نمی کردی که پلنگ داره بهت حمله میکنه، تستوسترون که میگم تستوسترون اون هورمونه که ترشح نمیشد. حالا اگه چشاتو میبستن بهت میگفتن که یه پلنگ داره بهت حمله میکنه، پاشو بدو، خب فوراً اون آدرنالین ترشح میشه تو بدنت. پس افکار روی بدن خیلی تاثیر دارن. حالا آقا بدنمون روی افکارمون تاثیر نمیذاره؟ تاثیر میذاره، ولی تاثیرش خیلی کمتر از تاثیر افکار بر بدنه. نمیگیم تاثیر نداره ها، از اونور بوم هم نیافتین. تاثیر داره، واقعا هم تاثیرهای خوبی داره، یعنی تاثیرهای محکمی میذاره روی افکار شما. خب اگه غذاتون، ورزشتون، سبک زندگیتون، بدنتون اینا مریض باشه، خب روی افکارتون قشنگ تاثیرات منفی میذاره. اما تأثیر فکر بر بدن خیلی قوی تر از تأثیر اونه، خیلی قوی تره. بله بدن روی افکار تأثیرات وحشتناک داره، ولی تأثیرات افکار روی بدن خیلی بدتره، خیلی بدتره. حالا پس یه دونه فکر حمله پلنگ باعث شد که هورمون ترشح بشه، یه دونه فکرش. خب الان اصلا پلنگم بهت حمله نکنه، بشینی فکر کنی که یه پلنگ داره بهت حمله میکنه، ناخودآگاه میبینی که داری نفس میزنی، اصلا یه جوری شدی، حال به حال داری میشی. باور میکنه بدن، بدن افکار رو باور میکنه، خیلی محکمم باور میکنه. یعنی اصلا یه جایی دیدم که امروز صبح دیدم که اصلا بدن نمیتونه فرق بین واقعیت و افکار شما رو تشخیص بده. یعنی هر چی شما فکر کنی اوکیه. حالا 100% نباشه 99% رو باور میکنه. خب حالا شما که فهمیدی افکار روی بدن اثر داره، یعنی افکار شما، افکار مردونه شما روی هورمون مردونه شما هم اثر میذاره. شما مرد باش، مردونه فکر کن.
از الان به بعد سعی کن مردونه فکر کنی، بگو که آقا این زندگی کجاش خرابه، از کجا شروع کنم درستش کنم، بری دنبالش، دونه به دونه مشکلاتت اوکی کنی تا یه جایی ببری جلو. خود به خود این افکار مردونه باعث میشه که تستوسترونت بره بالا. من که لازم نیست که صبح به صبح چیز از اینجا خون بگیرم، سطح تستوسترون من چقدر الان چقدر مردترم. احمقانه است این فکر. شما مرد باش، بعدن خودش تنظیم میشه. شما مرد باش، فقط مرد باش. اعتماد به نفس. آقا افسرده ای؟ آقا من افسردم، قبول میکنم افسردم. خب چطوری این افسردگی اوکی کنم؟ برو دنبالش که آقا من افسردم، این مشکل دیگه، این مشکل رو من حلش کنم. آقا من پول ندارم. خب واسه چی پول میخوام؟ مثلا میخوام یه دو ماشین بخرم. الان که من پول ندارم، اولین ماشینی که میتونم بخرم چیه؟ مثلا میتونم پراید بخرم. پراید دست دوم چنده؟ این هم است. چند مدت کار کنم میتونم بخرم؟ این همه. خب برو کار کن دیگه. نه آخه میدونی 2-3 سال طول میکشه. بهتر از اینه که کار نکنی کلا اون 2-3 سالتم یه ماشینم گیرت نیاد. نه من باید میلیاردر بشم. احمق نباش. شما باید اول تیکه تیکه های زندگی تو بذاری جلوی هم، بعد میلیاردر بشی. تازه اونم شانس که حالا نه موقعیتش پیش بیاد. یعنی این بحث میلیاردر شدن و من خودم بله آقای اندروتی واقعا خیلی از حرفاشو قبول دارم، واقعا میرفتم دنبالش اینا، افکار میلیاردری اینا. بعد دیدم که نه، من یک سری پازل ها رو این وسط دارم یا از دست میدم یا نمیبینمشون. یک سری ها رو از دست میدم، یک سری ها رو هم نمیدونم که یه همچین پازلایی هم داریم ما، یک همچین داستانایی هم وسط هست. حالا خواستین در مورد میلیاردر شدن این حرفا بهتون میگم قضیه از چه قراره، چیکار کنیم که مثلا حداقل با اون افکار چیکار کنیم، این شکلی بگم. با اون افکار میلیاردر شدن چیکار کنیم که جواب بده، جواب نمیده چیکار کنیم. اون یه ویدیو دیگه است، خواستین کامنت بذارین بگم. خب حالا برمیگردیم سراغ بحث اصلیمون. آقا شما مثلا زن میخوای؟ نه من نه زن. شما غلط میکنی. شما میخوای تا آخر عمرت واسه خودت با خودت ازدواج کنی، خود ارضایی کنی، قرار ازدواج کنی دیگه، یه زن بگیری قشنگ، بری خانواده تشکیل بدی، بگی این زن منه، این زن منه، این خونه منه، این ماشین منه، اجاره باشه خونه من واسه منه، ببین این مبلو خریدم، این فرشو خریدم. مثلا چند تا بچه میخوام؟ من خودم 6 تا بچه میخوام حداقل. آقا چند تا بچه میخوای؟ اصلا چیکار میخوای؟ مثلا واسه چی میخوای اون همه بچه رو؟ فکر کن. 1 2 تا 5 تا 10 تا چند تا میخوای؟ زندگی چه شکلی باشه وقتی 70 سالش شد، 80 سالش شد؟ تصور کن. بعد تصوراتت هم فضایی نباشه نسبت به شرایط فعلیت، اینطوری تصور کن. خب شرایط من چیه؟ خب نسبت به این موقعیت ها من چیکارا میتونم بکنم که جواب بده آقا این کارا رو میتونم. خب برو دنبالش. افکار مردونه خود به خود تستوسترون میره بالا، خود به خود خیلی از چیزا اوکی میشه. شما فقط افکارتون مردونه باشه، مردونه فکر کنین، نه ترس باشین، ترسو نباشین. حضرت علی گفتن مردا گفت ترسو را هیچ بهره ای از زندگی نیست. راست گفته. من میترسم فلان مغازه رو بزنم ورشکست میشم. من میترسم ازدواج کنم چون یهو طلاق میگیره میره من میمونم. بچه دار میشم، یه بچه 2 بچه ممکنه بچه‌ام از راه بدر بشن. خب مشخصه دیگه از راه بدر میشن. همچین پدری بچه‌اشم از راه بدر میشه، زنش هم طلاق میگیره، اصلا پولدارم نمیشه. پولدار شدن هیچی، یک کف درآمدو نمیتونه واسه خودش و خانواده‌اش در بیاره. اصلا مدیریت بلد نیست، خود افکارشو نمیتونه مدیریت کنه، ترسو بزدل. حضرت علی گفت که نترسین، شما فقط 1 بار قراره بمیرین. تو نهج البلاغه گفته که نترسین، شما فقط 1 بار قراره بمیرین. اون چیزی که باید شما ازش بترسین خداست. خدا پشتمه، میرم جلو، کاری هم نمی‌کنم که خدا از من بدش بیاد. خدا رفیق رفقا همیشه بوده، خواب بودم هست. آقا این خدا منو آفرید، دمش گرم.
روزیمو میرسونه، تا حالا گشنگی نکشیدم، کشیدم هم یه حکمتی پشتش بوده، اون راهنمایی میکنه، پشتمه، کارامو جلو میبره، خدایا بهت توکل میکنم. اونی هم که بگی آقا من خودم به تنهایی میرم، خودش اگه بخواد به تنهایی بره خیلی 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 سختی خواهد کشید. خیلی خدا پشتش باشه اوکی میشه. یعنی شما یک کار انجام میدی، خدا 10 کار واسط انجام میده. شما یعنی میگیم من این کارو کردم چون توکل کردم، نه اون اتفاق افتاد. ما نمیتونستیم خونه بخریم، خب نمیتونستیم. مامانم خدا توکل کرد، گفت خدایا دیگه بسه، دیگه اجاره نشینی بسته. من بعد چند سال، الان مثلا نمیدونم اون موقع فکر کنم 45 سالش بود، 50 سالش بود، خدا یه خونه واسه ما برسون. خدا ما زرتی چند ساعت بعد یه خونه پیدا کردیم که واقعا با شرایط مالی ما اصلا خیلی اوکی بود. یعنی اون خونه رو که همین خونه است که اینجاییم، با اون پول اون زمان نمیشد خرید. اصلا خدا یه کاری کرد ما موندیم، دهنمون وامون. مامانم هر جا میره میاد میگه که من یه دونه دعا کردم خدا گذاشت جلو دستم. بعد میگه که من لیاقتش نداشتم، اون خدا بود که داد. اینه داستان داداش. و جالبیش اینه مامانم که اون دعا رو کرد، بابامم که رفت سر اون بنگاهیه، وقتی میرفت شب بوده، دقیقا بنگاهی داشتم میبستم، بابام اون تو راه گفته که یا علی، یه همچین میگفت تو ماشین، گفتم یا علی میرم یه دونه خونه پیدا کنم ببینم چطور چی میشه قضیه، میتونم یه خونه خوب پیدا کنم. به هم رفته یارو داشته در مغازه‌شو میبسته املاکیه رو، بابا گفته آقا من شرایطم اینه یه خونه، اونم گفته داداش بیا تو 2 ساعت پیش یه خونه رو تو این شرایط گذاشتم، برو بیا تو امضا کنی، فردا امضا فلان بهمان صاحب خونه شدیم. یه دونه خدا و یه دونه یا علی. مرد باشین، برین جلو، وای نستا مشکل چیه بذار جلو تلش کن، نه ترس الکی، ترس های الکی هنوز دنبال تستوسترونن. آقا یا علی مراقبت کنین از خودتون، مرد باشین، مردانه فکر کنین، این زندگی به مرد نیاز داره، به ویژه افکار مردونه.